سوال همین یکم سوال در کوتاه جواب تیم وقتی برادران نگیریم. خب زکات باید همین مثال ما یک پولی ما به نصاب رسید، بعد ما همون وقتا میدونست که همین رمضان رو دامون زکات میکندن. مثلا من نمیدونم که به نصاب رسیدگی باشه خیلی من را چیزی رمضان رو گرفتم بعد زکات دیگه را سر کردم ده. مقصد که همین زکات یک روز معین باید داشته باشه که مثال در دوام این ماه هم تیم میشه، مثال همین 30 روز دادن گیریم ده، اکنون یا که روزی مثلا که که یک روزی انیق باشه که همون روز تیم باره که اگر یک روز انیق هم باشه ما بعضی وقت نمیشه ده امروز هم پول رو بتیم. روزی انیق باشد بهتر. اگر روزی انیق نباشد شما باری اول کی زکات برای شما فرض شدگی باشد همون روز دانستن در کار. اگر نرفتو مثلا ماهی رمضان آل زکاتتان به حیث شما رمضان پیش بگرفتید، یعنی زکاتتان رو به رمضان انتقال دادید، پیشتر گرفتید، قفاتر ممکن نه، پیشتر گرفته باشید، در این صورت اجازت است که از اول رمضان تا آخری رمضان رو برارید، یعنی هر روز. لیکن این خیلی نه که هر روز حساب کتاب کنید و اول حساب کتاب کرده حساب زکات اول برآوردن در کار، بعد تقسیماتش سونی میتونید اگر فرصت داشته باشید در مدت 1 ماه تقسیم کنید. یا شرط نه که ما در صحبت‌های گذشته هم بارها گفتیم، شرط نه که زکات را مثلا همون در آخری وقتش روزی که وقتتان آمد اگر یک روز خفا مونید گناهکار میشید در همون روز تید، بلکه شما سالی دراز میتونید زکات داده، یعنی امروز زکات سال گذشته صاف کردید می از امروز اعتبارا اگر یک آدمی محتاج و خورده ماند دادم میگیرید زکات، دادم میگیرید تا سال آینده حساب میکنید که در مدت همین 11 ماهی گذشته همگی مثال $4000 زکات دادید، حساب کتاب میکنید که باید 5000 میدادید، 1000 باقی مانده شو بعد میتید. فهمو برادر؟ فهمو. همین زکات هر کس بتیر میشه مثلا دامایی که بعد زکات گرفتن 8 جایی هست که زکات به آنها داده میشد. ما اینه مفصلتر با دلیل هاش مقصد که همین زکات مثلا اینا $500-600 میشود همین تقسیم کنند مثلا هم آدمایی که زکات دادن ممکن بله مثلا اگر زکات $500 باشد و حالتی کمبغل ها $100 که کارش بود میشده باشد، مثلا در بعضی کشورهایی که $100 پولی کلان حساب میشد، $100 به خیلی حاجتاش میبرآمده باشد ها، لیکن $100 تیدو دین امروزش فرق نکند، بهترش این که اون $500 یک تشبه میتید، چون که هیچی نمیشد. بعضی دولتان $100 یک روز بمیرسد، مثال زندگیش وزنین. برای همین نگاه کرده میشد شرایطی زمانه های شرایطی فقیر و مسکین های. فهمیدید؟ مقصد یک نمود زکات دید که حاجتش براید، خاصتا آدمی که به شما نزدیک است، چون که اگر شما صاحبی پول باشید و آدم ها داند که شما پولدار هستید، به نزدیکان شما به اطرافیان شما زکات نمیتید، میگوید که وای به فلانی دادگی اسبت گمان میکند. و یا بعضی پولدارها با بعضی برادرای کمبغل دوستی دارند، رفت و آمد دارند، دیگر پولدارها فکر میکند که این به فلانی پولدار همراهش دائما میگردد و زکات دادگی است، نمیتید. در بین این بیچاره از زکات میموند. بنابراین علما توصیه میکردن که آدم اطرافیانش رو باید زکات دهد اگر اهل زکات باشد، اگر البته. برای همین بینید برادر، اصلا پیامبر صلی الله علیه و سلم زکات تقسیم میکردن و برای این حتی الله تعالی یک گروه آدم‌های والعاملین علیها گفت، آن آدمایی که زکات جمع میکنند و زکات برده تقسیم میکنند، این آدم ها از زکات خودشون آیلیگ میگیرن، اینا هم زکات میگیرن برای آنکه اینا جمع میکنن زکات والعاملین علیها، اونایی که زکات جمع میکنن. این خیلی حالت به
زکات ترتیب می‌یابد. برای آنکه جهت زکات دهنده یک طرف میشد، کمبغل ها رو یعنی روی خط کردگی به یک کمبغل حاجت یک سالش داده میشد. از همین رمضان تا رمضان آینده چقدر این به ما مبلغ حاجت دارد همین قدر داده میشه تا اینکه یک سالی پره در زندگیش عذاب نکشد. اگر ما به این شریعت عمل کنیم، در همه، نه فقط در زکات، در همه پهلوهای حیات، این شریعت هم سیاست است هم شریعت است. یعنی سیاست امر دنیوی مردم و دینی مردم به ترتیب و به نظام در آوردن. هر یک آدمی که گرسنه خو میرد، قرضدار هست، پول ندارد که مثلا فرزندش را خاناند یا طعام خرد، راهبر کشور از بالای آدم جوابگری دارد روز قیامت. بنابراین اگر ما همین زکات هم موافق شریعت همه دهد و عاملین علیها، کارگران زکات، زکات به صاحبانش چه خیلی که هست هم خیلی تقسیم کنن، یک سال مسئلهش حل. تا سال آینده با انشاءالله یا اونها اهل زکات میشن، خودشون زکات ده میشن، یا نشوند با از زکات سال آینده داده میشن. بنابراین مقصد یک نمود زکات دید که یک ساله حاجتش براد، از این زیاد بله ندادن در کار، تا اینکه حق دیگر کمبغل ها پایمال نشود.